سلام خوبی خوبت یا خوشحالی کنه بده خوبت شکر الحمدلله هیچ جا بخونی خوب خب چرا تو نمیایی؟ نه بخی بیا چرده خود سم خوبی قرار کردم جگه بشی خودت اختلاط میکنی کی؟ نه بابا شوهر ببین تو کارا کن نمی اجازه برای نداره که خواسته باشه و گرد زنه کنه بخونه تو کی بیایی و کی نیایی کی بده کی نیایی این گپا نیه آزمه بزو وقت ندادم مثل تو دیگه نیا خب نه بابا او تو نکیته میترسی از شخو کم تو میگه بمون میمیری بگر زنده شو زنده میشی من اون اجازه برای اون ندادم به اون نمیفهمه به خدا اگه چی بفهمه روز 10 تا میمون برمی خونه ما بره بیای ویلی و نمیشه فقط میه شیشتی چای بری بیا میخوره و میره دیگه بیا خودت دکی اختلاط میکنی خوبه باشه خداحافظ سلام علیکم خداحافظ با چی رفت که بیا بدی تو دیگه رقمی چی رفت؟ چکار شده تو؟ هیچ کار نشد خواهد مگو لده بیار بی سلام علیکی همین زن خود همین کسی میشینه فقط میگی که مثل همین مرغا کروب بری من با خانه داخل شدم تو خیلی موبایل گرم بزدی گفتم مزاحم نشم توی شیشتم آرام تا جای کار من گپ زنم و قرقر زنم تو هم که یک اسیابی پر کار به یاد میکنی حداقل شوت آماده بخیر گلا چای برده بیاره چرا تو صبح رفتی به سر کار من خیلی بیدار نکردی با تو چرا میدون دیر رفتی به سر کار بابا تو گفتم من با آشغالا ببری به کوچه آشغالا را که نبودی تو نمیفهم زن که من مرد بیرونم یا زن خونه باز تو که آشغالا صدا کردی نگفتی که بردم و برنگنه که میبردم با تو که گفتی من صبح بیدار کنم تا بیدار نکردم دیر چی رفتم هر روز من تای بخوام میرم دیگه من دیشب برای تو گفتم صبح بخیستی از خواهی من بیدار کنی که کار دارم بیدار نکردی آشغالا را با تو گفتم که ببری به کوچه صبح وقت با آشغالی میایه اونا را نبودی هیچ کاری عروخ تو نمیشه یاری بس زن تو بلیاز خدا دیگه چوب کن کلمه با خدا خراب کردی عوض قرقر میزنی این چی حاله این چی روزه یعنی چی حاله چی روزه سکو همین را خو میگیره میره جاری من دستارم جانو کو مگر برای از این گپ بزن بخوره گپ نداری از آدم شدن هیچ کاری نمیفهمه که چکار بکنه چکار نکنه مثل که برای گفتم برو بریش بخر برای اینجا پردونی پر کرمک بخری که من بشینم تا آشو بزی بریش پاک کنم نوکر کنم یک مشمه من پاک میکنم یک مگر تو پاک کنی شبی رفتم درون کوه دلدار نمودم من طواف خانه یار که ناگه این ندا آمد به گوشم برو یک دم مرا آسوده بگذار استاد بله بیا جیگرمه هستی بیا که از این فضای سرسبز و زیبا لذت برو سلام علیکم سلامتی صحت شما خوبه؟ شکر خدا شما که میبینم خیلی خوشحال میشم و اصلا مسرور میشم خدا استاد چی بکنم دیگه ما همین ازم خونه بیرون شدم گفتم باشه برم پیش می استاد رفیق چند دقیقه خدی بشینیم درد دل کنیم بیخی دل مزمی زندگی سیاه شده استاد دل بیخی اصلا به خدا خو ایت به مرگ خوشم به زندگی نه یک شیری تازه سرودم به وصف یک چیزیه با شیر بگم با مشکلات خوشمو بگیم میگه را برو بیرا مرو هرچند که زن نه باز یادم نه راه برو بیرا مرو هرچند که را پیچان بود زن بکو بی زن مباش هرچند که زن زیبا بود به انو دیگه گپ خور بزنه ای استاد دل شما بی غمه دل شما خوشه استاد امی یک قسمت از شعر شما به نظرم یک لکنه بخوردن شعر به نظرم تو کامل میشه زن بگیر بی زن مباش هرچند که زن گیران بود آفرین شهباز
گاهی وقتا شعرها سکتگی به وجود میاره، اما کسی از کمی سکتگی برطرف کنه همون مشکل شما حل کرده. من واقعیت به این درد گرفتارم. این قسمت شعر شما رو هم که من تکمیل کردم ای برمیگرده به این زندگی که من به این بدبختی تیر میکنم. خیلی مشکل دارم استاد. خب بگو مشکل خور چی مشکل داری؟ دلم میگم سفره نونینی یک آدم به هر جا تنک کنه. آری نمیشه و دل را به هر جا سفره تنک کنی. خب خدا یک زن به ما داده، زن نداده، هیولای داده، هیولای. خب هیولا به می هر کاری او کار داره، به می هر یک سر قرقر میزنه. اگر چیزی میبرم من قرقر میزنه، اگر نمیبرم من قرقر میزنه، اگر دیر میرم قرقر میزنه، اگر وقت میرم قرقر میزنه. نمیفهمم استاد چه کار کنم. خب پس شما زن قرقوری داری، مثل پای قرقوری و هم قرقر میکنه، مثل می رد برق استاد که یک ترقص نمیکنه که به هم میخوره. الان چیزی اگه کار خوبی هم میکنی خیر بینی، اگه بعدیم خلاص قرقر خور خود نمیفهم خدای چی آفریده بوده، چی نسلیه که ما پیش از این نسل ایته شد. میگم ما به تو یک روشی میگوییم، تو اگر می روش رو پیاده کنی نتیجه خوب میدهد. کاشکی استاد، ما از خدا خواهیم شما فقط یک روشی بگیم که من از این روش استفاده کنم که پلکه میزن و این قطقطا از کم شه. خیلی خوب میشود. شاعر گفته اگر چشمت اسیری تازه‌ای دارد مبارک باشد و اما دلبری هم اندازه‌ای دارد، باید اندازه‌ای داشته باشد. یا از اندازه هم بیاندازه. از اندازه دور شده. شما میتوانیم خب این دفعه برویم به خانه خود، زن شما هر چی که به شما میگوید شما بگیم چشم، اون میگوید چه کار کردی بگو چشم، این کار کردی بگو چشم میکنم، چشم از زبونتون نیفتد. یعنی نتیجه اون وقت نتیجه میداد، چنان نتیجه بدهد که چشم سیاه داری قربانت شوم، خانه کجا داری میمونه. تو برو نتیجه میدهد. اگر نتیجه داد من به شما قول میدم که همون یک میمونی جانان شما رو باشه باش برو نتیجه میده، فقط چشم را هیچ وقت فراموش نکن، بگو چشم را فراموش نکن. ای خدای امید تو. خدا 5 دقیقه 10 دقیقه که زنیه ولی اون رو حساب کنم. اون رو بیایم که استر کار داری یاد میکنم زیاد. خیلی باشه این روز هرچی من رفیق موقع بود درد میکنم سعی کنم چی نتیجه کنم. سلام علیکم. سلام. چرا اینجا دیر کردی؟ کار داشتم زن. چکار چیشه با تو نگفتم دیگه دیر نیایی؟ به چشمای خود دیگه دیر نمیایم حتما. به چشم. تصادف به تو گفتم جارو کردی؟ اونم جاری میکنم به چشم. بابا کاش نخریدی. اگه دیگه بابا کاش نخریدی میفهمی که باید تو به سمت چیار بیارم. به چشمای کاشم رو تو از این جوان بیرون شو میرم جفت کاشی میخرم به چیشو. رختم بسیار پیش خیلیت بستندی. خدا عیاد مرم. اونم به چشمای. خدا نفی دیگه نحسونی میفهمی. با تو 10 نفر بگفتم که بدی رختم بستندی. به چشمای خود زن. میرم به خیاطی رختات رو هم میستانم. دیگه چرا کنم؟ هر امری که تو داری بگو من اجرا میکنم. به چیشو. میگم هفته دیگه عروسی دختر کاکا منه. همین که پیران مقبول جانانه به من میخری که همه انگوش به دهم بمونه. او هم به چیشو. دیگه چی میگم؟ تو همه هر چی بگو که ما به تو حاضر نکردم همه وقت هر چی مستی بگو. برنجم نداره، برنجم خلاص شده بخری. باز این چیزا پرکرمه که به من نیاری که نمیتونم پاک کنم. او هم به چیشو. مرد به چی شو، خاک به چی شو، درد به درمان به چی شو، تو دیگه پیاده نمیدم هر چی بود تو میگم به چی شو. خب چی بگم زن؟ هر چی که تو میگی من میگم به چی شو. و دیگه چی بگم نه اون کارو نمیکنم. باید انجام بدی. تو جرأت تو میشه که انجام ندی کاری که ما با تو بگم. هر دفعه که تو میزنم به چی شو میگی. اول دیگه با پیشتونه. زن دی. زن به لیاز خدا چه کار کنم؟ ایشته به لیاز خدا. دو ساز تو برقصم. اگر بگم نه بازم قیقداد میکشی، اگر بگم به چیشون بازم میگی چه کار که فلان نکن. من چه کار کنم؟ تو بگو. خور برم زیر تلر کنم دست تو. نه چرا خور زیر تلر کنی؟ مگه زیر تلر هم بکنی؟ تو هی تو تلر که بارم تو قرضانه. بخی اینجا خب بیرو شخونه. بیرو شو. کار زن بیرو شو. خب چی؟ اصلا نمام دیگه رنگ تو ببینم، نمام قیافی تو ببینم. بخی بیرو شخونه. یالا. بخی. برو دیگه.
چی رو قبلش خدا هر چی میگه به چی شو ای ریگه به کوشینه ای تو آشه و تو بپسم کلگاری همیت یک جبر خنجیشته باشه تو به چی شو تو از خود میکنم صبر بکن تو انار برون دنبالی ها اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا بس تو به قرآنی چی نباشه سمرقند و بخارا بس را بس سمرقند خیلی بخشیدی چاره شما حل شد؟ بله حل شد خیلی حل شد که برای افپوشتیم بد شد خب بابا جان بری میگفتی بگو به چیشو هم گفتم به چیشم به قرآن 10 تا بالشتم به ترشون را بزن من از خونه بیرو کرد این چی رقم چیش میه شما رو از خانه بیرو کرد؟ نه پس مر ببرد با خونه ها دیگه من دست میگیری از خونه بیرو کرد گفته که تو نبینم اینجا باز شاعر چی گفته از او قلبه نگاه کردی برفتی درخت غم بپا کردی برفتی درخت حسن تو گلزار گردد از این گلا نمیچینم چی حاصل ای جان قربانت تو شم از این شیراتو تو از خونه بیرو کرد پس مجیدم به تو کچالی پست میکنم خب ها دیگه من از خونه بیرو کرد چه کاره استاد چه کاره؟ من از خونه بیرو کردم تو چرا گریه میکنی؟ چی گپه؟ چه کاره استاد؟ چی بگویم برایت؟ مرا هم 2 ماه پیش خانم ما از خانه ما را بیرو کرد گفت دیگر نیایید من قبرستان نشین و پارک نشین و سبزه نشین شدم از دیوانگی شعر میگویم چنان شعرهایی میگویم که خودم نمیفهمم استاد جان بس تو رو به قرآن دیگه من شیرا غلط خود کله ما رو خراب کردی منم تو کچریری برابر کردی هیچ کاری هم از اون نتیجه که گفتی نگیری تو بخیر من خب میرم به فکر خودم اگر تو هم میشی بشو نمیشه میگم تو شعر بگو تا خدا جون تو بگیره تو میروی ما کجا برویم اگه میری خدمه بیا ما در این دیار سرسبز میمانیم با تو میاییم ما میاییم یک مسجد و یک جای برای ما پیدا شود آها این دست نگه دار ما دیوانه شده ایم اگر زلفت به ارتاری اسیری تازه‌ای داره نگه دار ما آمده ایم آمده هم